هموطنان عزیز و گرامی و بیننده های بسیار خوب برنامه عصر ریوا در ادامه با شما هستیم. عزیزانی هم که تازه پیوستین به جمع ما و برنامه عصر ریوا، سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما. ما همچنان مهمان داریم در استودیو جناب دکتر سید جمیل احمد جامی، متخصص جراحی اعصاب با ما هستند با موضوع دیسک کمر، یکی از موضوعاتی که بسیاری از شما هموطنان عزیز و گرامی خواهان این بودین تا که در این مورد صحبت بشه و بسیاری از هموطنان عزیز و نازنین ما هم متاسفانه شاید از این مریضی رنج ببرن و دنبال یک راه حل و حداقل معلومات در این باره باشند که انشالله به سوالات شما امیدواریم در این برنامه در دقایقی که در دسترس داریم پاسخ قناعت بخش داده باشه. جناب دکتر صاحب سلام، خیلی خوش آمدید. تشکر، سلامت باشیم. با نام یاد خدای مهربان و با درود و سلام بر پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض سلام وقت بخیر خدمت شما و بینندگان عزیز. خوشحال هستم که بار دیگر از دریچه تلویزیون وزین اصلاح در خدمت همتون عزیز قرار دارم. سپاسگزاریم جناب دکتر صاحب. بحثی که امروز قراره با شما صحبت داشته باشیم یکی از موضوعاتی است که در بین مردم شایع هست و حداقل معلومات میخوان بدانن اصلا دیسک کمر چیست، چه راه حل داره، تداوی داره یا خیر. موضوعاتی است که در ادامه با شما صحبت میکنیم، اما در ابتدا چقدر خوبه که یک معلومات کلی درباره دیسک کمر بدین. دیسک کمر چی هست؟ دیسک کمر یک ساختمان غضروفی یا لیفی الاستیکی یا به اصطلاح بگیم یک ساختمان جیری مانند می باشه که در بین موره‌های ستون فقرات از ابتدا تا انتها وجود داره و بین استخوان‌ها قرار گرفته و بین هر موره یک دیسک قرار داره که این باعث شده که اون ستون فقرات حالت استخوانی کامل نداشته باشه، چون این خود از این به شکل جیری مانند و نرم می باشه باعث میشه که ستون فقرات تحرکیت داشته باشه و یکی از ساختمان‌های آناتومیک در بدن ما می باشه که به نام دیسک کمر یاد میشه. بسیار خوب. حتما حالا وقتی دیسک کمر ایجاد میشه در فرد یک سری اعراض و علائمی میتونه داشته باشه که میخوایم بدونیم شامل چه اعراض و علائمی هست. خب خوب است که اطلاع عمومی داشته باشین که دیسک کمر همچون که گفتیم یک ساختمان آناتومیک در بدن ما و شما می باشه. وقتی که یک شخص مصاب به مریضی دیسک کمر شد چه اعراض و علائمی داره؟ خب این مریضا که هستن همچون که بین مردم شایع است، ابتدا که هسته درد دارن. بله. اینا درد شدیدی در قسمت‌های کمر و در قسمت‌های از ستون فقرات که تحرکیت در او بیشتر می باشه که معمولا قسمت انتهای و پایینی کمر بین موره‌های چهارمی و پنجمی کمر دیسک در اثر تحرکیت بیشتر از ستون فقرات ایجاد میشه، درد در قسمت کمر پیدا میکنه و تدریج این درد انتشار پیدا میکنه به قسمت‌های از باسن و بعد در قسمت‌های از ران و به ترتیب درد میاد در قسمت‌های از زانو و قسمت‌های خلف یا پشت زانو رو درگیر میسازه و درد میکنه و به ترتیب درد در ادامه انتشار پیدا میکنه در قسمت‌های ساق پا و همچنین در قسمت‌های قدم و انگشتان پا. این درد یک وصف خیلی بدی داره که هرگاه تحرکیت زیاد که هست این درد از این شدید میشه و به مرور زمان باعث مرمور و بی‌حسی در اطراف یا در دستا و پاها میشه و به تدریج که هسته باعث گیز کردن در اندام ها میشه و به ترتیب حسیت معدوم میسازه و به تدریج رفته رفته باعث ایجاد فلج یا عدم حرکت در نزد شخص میشه و همچنین در حالت شدید یا وخیم باعث میشه که عدم اقتدار بولی ایجاد بشه که شخص نتونه مواد غایطه خود درست مدیریت کنه و کنترل داشته باشه، ادرار پسو و پیشو از کنترل خارج میشه. بله. اینا از جمله اعراض و علائم دیسک کمر باشه. علت اساسی این دیسک کمر، مریضی دیسک کمر چه میتونه باشه دکتر صاحب؟ خب اگرچه علت عمومی مرض به صورت واضح و مشرح گفته نشده که چی علت میتونه دیسک کمر داشته باشه، اما معمولا یک تعداد از فاکتورها را به عنوان علت دیسک کمر میگویند. یکی از جمله علت ها میتونه سن بالا باشه که معمولا این مریضی در افرادی که سن بالایی دارن ایجاد میشه و
چاق می باشند. افرادی که چاق می باشند در معرض خطر بیشتر مصاب شدن به دیسک کمر قرار دارند و همچنین کسایی که در محیط‌های کاری با حمل بارهای سنگین سر و کار دارند که در افرادی که کارهای شاقه میکنند و در نزد کارگرها بیشتر دیده میشه، چون اینها وقتی که بار سنگین را تبالا میکنند به اصطلاح ما وزن سنگینی بالای ستون مورها تحمیل میشه و ساختمان‌های استخوانی وزن را میندازه بالای بین دو دیسک و باعث فشرده شدن دیسک میشه. بنابراین کسایی که وزن زیاد دارن و کسایی که کار سنگین و کار شاغر میکنن بیشتر مصاب به این مریضی میشن و همچنین صدمات یا تروماها، کسایی که صدمه میبینن و در اثر صدمه دچار آسیب ستون مورها میشن، در معرض خطر دیسک کمر قرار دارن و کسایی که از ارتفاعات از یک جای از یک بلندی جایی میفتن میتونه باعث ایجاد دیسک کمر در نزد اینها بشه. بله. و بحث مهمتری که تشخیص از چگونه داده میشه، شاید با اعراض و علائمی که شما اشاره کردین بعضی از دوستا سوال خلق شده باشه که آیا ما دیسک کمر دارم یا خیر، تشخیص از به چه شکل دکتر؟ خب تشخیص وقتی که مریض با همین وصف و این لوحه به دکتر مراجعه میکنه، یک از روی معاینه فیزیکی یا اعراض و علائم ما میتونیم تشخیص کنیم که یک تعداد از معاینات در معاینه خانه ها انجام میشه در نزد مریض که از جمله رفلکس ها، اندام ها می باشه که میزان تحرکیت، حسیت و حرکت اطراف چک میشه. در معاینه فیزیکی تشخیص گذاشته میشه که آیا شخص دیسک کمر داره یا نداره، که از روز همون اعراض و علائمی که گفتیم می باشه. بعد ما میتونیم با انجام یک سلسله معاینات تصویربرداری به تشخیص برسیم که اون معاینات میتونه سی تی اسکن باشه، ام آر آی باشه و میالوگرافی. اینا از جمله معایناتی باشه که در تصویربرداری ما هم ساختمان مورها یا ستون فقرات رو به بررسی میگیریم، هم دیسک کمر و هم نخاع یا به اصطلاح محرم مغز میتونیم درست ببینیم که آیا اینها ساختمان های آناتومیک نرمال دارند یا به شکل مریضی شدن یا پاتولوژی در اینها ایجاد شده. از روی این معاینات که هست ما تشخیص میکنیم، یعنی هم از روی اعراض و علائم به صورت کلینیکی و هم از روی معاینات تصویربرداری ما تشخیص خود میگذاریم که شخص مصاب به دیسک کمر کرده. و تداوی دیسک کمر به چه شکله؟ آیا اصلا تداوی داره یا خیر؟ خب پیش از اینکه تداوی رو بررسی کنین خوب است که ما بگیم چی تغییراتی در دیسک میاد. همچنان که گفتن در اثر بالا نمودن وزن سنگین باعث میشه که دو مورهای کمر بالا هم دیگر فشرده بشه و ساختمان دیسک متاثر بشه. بله. این یک تغییراتی در این ساختمان دیسک ایجاد میشه که معمولا میتونه ساختمان دیسک همون مقدار آبی که در خود داره این کم شه یا برجسته شه، فشرده شه. بین دو موره که فشرده بشه برجستگی ایجاد میکنه دیسک. و یا هم که اصلا ساختمانی که محتوی دیسک حمایت میکنه او متاثر بشه یا پاره بشه و محتوی دیسک بیاید داخل کانال حرام مغز یا نخاع که باعث افراز یک تعداد از مواد کیمیایی میشه که باعث ایجاد پین یا درد ساحه میشه. این تغییراتی که در خود دیسک کمر دیده میشه. سوال شما درباره تداوی از تداوی. خب این تغییرات از نظر پاتولوژی وقتی که آماد و در معاینات تصویربرداری ما دیدین میان که تداوی خود نظر به نحوه پاتولوژی که ایجاد شده ما تصمیم میگیریم. اگر دیسک خفیفاً انهایدری بود یا میزان مایعات بدن از او کم بود، میتونین با فیزیوتراپی و دادن استراحت و دادن یک تعداد از قرص ها ما میتونیم تداوی را انجام بدیم. و اگر خود دیسک ساختمان از این تغییرات از این زیاد شده بود، یعنی به صورت پارگی جسم شده بود که محتوی خود دیسک آمد در داخل کانال و کانال تنگ کرد، او یک تعداد اعراض میده که اگر اعراض شدید بود و قابل تحمل نبود، نظر به معاینه فیزیکی و لزوم دید دکتر میتونیم ما تداوی جراحی مد نظر بگیریم. خب یعنی در پروسه تداوی از اینا هم پروسه درمانی به صورت دوایی است
هم جراحی و هم یک تداوی‌های مثل فیزیوتراپی یا ماساژ درمانی می باشد. بر علاوه از این کاتگوری ها ما میتونیم یک تعداد از تداوی‌های دیگر از جمله زرق استروئید یا بلاک نمودن در همون سایه که درد میکنه در مدیریت کنیم یا کنترل کنیم که یک تعداد از مواد یا یک تعداد از دواها به صورت زرقی در ساحه زرق میشه که تا همون در بلاک میشه که ما بلاک میگیم، میتونید پروسه درمانی را به پیش ببرید. جناب دکتر صاحب درباره فاکتورهای خطر میشه برای ما بگین از بحث دیسک کمر و در کدام مراحل باز خطرناکتر میتونه باشه؟ چون شما گفتیم در بعضی مراحل با دوا و فیزیوتراپی اینا میشه مشکل حل بشه. خب یک تعداد از فاکتورها با عنوان ریسک فاکتور برای ایجاد مریضی گفته میشه که از جمله استفاده از الکل، استفاده از سیگارت یا قلیون، اینها ریسک فاکتوره به خاطر که میزان اکسیژن رسانی رو به دیسک متاثر میسازه و او اکسیژن کافی که باید به ساختمان دیسک برسه نمیشه، چون در اثر استفاده خود سیگار میزان اکسیژنی که به داخل شوش ها بیایه کاهش پیدا میکنه و به می تناسب میزان اکسیژن مورد نیاز بدن هم کاهش پیدا میکنه. او اکسیژن مورد نیاز به دیسک نمیرسه و دیسک متاثر میشه که همونطور که قبلا گفتیم آب خود از دست میده و انهایدره میشه. و همچنین خود رژیم های سبک رژیم های غذایی که عدم تحرکیت در او باشه، ورزش نباشه، اینها میتونه به عنوان ریسک فاکتور باشه که وزن شخص بالا باشه. استفاده از کفش های پاشنه بلند، مسافرت های طولانی مدت که به صورت طولانی مدت در یک طرف نشسته است، نوعی تحرکیت ندارین و همچنین که در محیط های کاری که وزن سنگین بالا میکنین یا همیشه به یک وضعیت قرار داریم و مو دینامیک بدن مد نظر نمیگیرین، اینا به عنوان ریسک فاکتور برای ایجاد این مریضی مطرح میشه. بله، از ورزش اشاره کردین. آیا ورزش کمک کننده میتونه باشه برای دیسک کمر؟ خب اگر دیسک در همون مراحل ابتدایی یا خفیف باشه که هنوز پارگی رخ نده و محتوی دیسک به داخل کانال نیایه، دانشمندان توصیه میکنن که روزانه 20 یا 40 دقیقه خود ورزش یا پیاده روی در کاهش درد مریضی میتونه کمک کننده باشه. بله جناب دکتر صاحب، یک سوالی که حالا شاید در ذهن دوستا هم خلق شده باشه، در کنار دیسک کمر یک مریضی شایع دیگر به نام سیاتیک وجود داره. آیا سیاتیک و دیسک کمر یک چیزه؟ چون معمولا درد تقریبا در یک ناحیه اسمش و اونا هم از درد کمر رنج میبرن. خب اگر ما از لحاظ آناتومیک بگیم یا جواب شما رو به صورت موضوعی یا ساختمانی بگیم، خیر، دیسک کمر یک مریضی جداگانه می باشه و مرض سیاتیک که معموله مریضی جداگانه می باشه. اما وقتی که دیسک کمر ایجاد شد، خود عصب سیاتیک که رشته های عصبی کلان می باشه که از خود کمر از ستون فقرات منشأ میگیره، همین عصب سیاتیک دیسک کمر میتونه متاثر بسازه. متوجه شدین؟ بله. یعنی از نظر ساختمانی دیسک کمر که ایجاد شد، عرضی که میده بالای عصب سیاتیک می باشه، یعنی از نظر ساختمانی کدام ربطی نداره. اما چون منشأ سیاتیک از ستون فقرات می باشه و چند رشته عصب خود هم دیگر یک جا میشن و یک عصب کلان به نام سیاتیک میسازن، هرگاه دیسک کمر ایجاد شد، دردی که ایجاد میشه در مسیر عصب سیاتیک می باشه که تقریبا میشه گفت که مشترک می باشه. از نظر ساختمانی ربطی نداره، اما اعراضی و این چیز است که مو عصب سیاتیک یعنی معمولا که مو دیسک کمر می باشه. بله بله، سپاسگزاریم جناب دکتر صاحب از حضور شما با محتوای بسیار خوب و ارزشمند مفیدی که ارائه شد. اگر کدام حرف و صحبتی باقی مانده درباره دیسک کمر یا پیام و گفتنی دارین، در آخرین صحبت ها از شما میشنویم. ما پیام به تمام بیننده های عزیز می باشه در صورتی که مریضی دیسک کمر دارن یا مریضی دیسک کمر در مراحل ابتدایی می باشه و هنوز متوجه نشدند، مواظب صحت خویش باشند، به متخصصین مراجعه کنند. در صورتی که خدای نخواسته به این مریضی مصاب شده باشند، خوشبختانه با موجودیت متخصصین متعهد و کارکشته که در حوزه غرب افغانستان و در هرات دارین، این مریضی در سرحد پیشرفته و حتی اگر نیاز به جراحی هم باشه توسط متخصصین جراح عصب عملیات میشه و کدام نگرانی
از اینایی نداشته باشن و مراجعه کنن، انشالله که اصلا مشکل اینا رفع میشه. سپاسگزاریم جناب دکتر صاحب جمیل احمد جامی، متخصص جراحی اعصاب با موضوع دیسک کمر. تشکر، سلامت باشین. هموطنان عزیز و نازنین، بیننده‌های بسیار خوب برنامه عصر اریوا، تشکر از همراهی و توجه شما. ممنون از این که تا این دم و لحظه امروز در برنامه همراه ما بودین. امیدوارم تمام مطالب، بخش‌ها، موضوعات و مواردی که در قالب برنامه امروز تقدیم حضور شما شد مفید و مؤثر واقع شده باشه. شب و روز شما خوش. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار شما باد.